سلام دوستان. از اینکه این کانال رو برای شنیدن داستان‌های ترسناک انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. در این کانال علاوه بر نقل داستان‌های ترسناک، به بررسی و شناخت موجودات ماورایی و طوایف اجنه بر اساس منابع دقیق و مستند پرداخته‌ایم. امیدواریم با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و اگر کانال ما رو ندارید زنگوله رو فعال کنید تا تمام داستان‌هامون رو داشته باشید و از دست ندید. بیدرنگ میشنویم داستان رو. آنچه در ادامه خواهید شنید بخشی از داستان سرایی یا تخیل نیست، بلکه بخشی از نسخه های قدیمی علوم غریبه و اوراد ممنوعه است. این متون قرن‌هاست که توسط احضارگران، صوفیان و کاتبان سلیمانی نقل و منتقل شدند، اما هرگز در کتابخانه‌ها یا منابع عمومی ثبت نشدند. هشدار مهم: اطلاعات ارائه شده درباره طوایف اجنه و موجودات ماورایی در این کانال، خصوصا داستان و روایاتی که در این بخش نقل شده است، صرفاً جنبه اطلاع رسانی و روایت سنت‌های قدیمی علوم غریبه را دارند. این محتوا برای کودکان و افراد حساس ساخته نشده و توصیه نمی‌شود. این مطالب حاوی موضوعات ترسناک و ماورایی هستند که ممکن است سبب اضطراب، وحشت یا اختلال خواب شوند. به هیچ عنوان توصیه‌ای به احضار، تماس یا تعامل با اجنه نمی‌شود. طوایف ذکر شده در منابع سنتی علوم غریبه مدت‌های فراتبعی دارند و هر گونه تلاش برای احضار یا تعامل با آنها می‌تواند عواقب جبران ناپذیر روحی، روانی و حتی جسمی ایجاد کند. دو طایفه اجنه ام هاشم و ام صابر قرن‌هاست انسان‌ها را زیر نظر دارند و رفتارهایشان در این متون ثبت شده است. این روایت بر اساس همان باورهای سنتی و نسخه‌های قدیمی است. در باورهای سنتی قبیله اجنه ام هاشم از زمان حضرت سلیمان نبی شناخته شده بود. گفته می شود برخی از این طایفه در زمان سلیمان با هدف فریب و وسوسه انسانها فعالیت می کردند، اما توسط او محدود شدند. برخی روایت‌های سنتی اشاره دارند که این طایفه در دوره ائمه اطهار برای آزمایش انسانها و هدایت یا تنبیه و کنجکاوی ظاهر شدند. بر اساس باورهای سنتی قبیله ام هاشم ظاهری انسانی دارد، اما سایه دوم و مستقل از خود همراه اوست. چشمانشان اغلب به رنگ زرد یا سفید تغییر می کند و صداهای عزیزان فوت شده را در گوش فرد مقابل و قربانی ایجاد و زمزمه می کنند. از قدرت‌های این طایفه اجنه ایجاد ترس شدید، وسواس، توهم و گاهی جنون می باشد. در شب‌های تاریک و مکان‌های متروک دیده می شوند. حضورشان معمولاً قابل شنیدن و حس کردن است، ولی با دوربین یا عکس ثبت نمی شوند. تعدادشان بین 350 تا 500 عضو تخمین زده شده و در کشورهای یمن، سودان، جنوب عراق و سومالی گزارش شدند. در برخی مناطق ایران مانند جنگل‌های گیلان و قبرستان‌های متروک حضور آنها ذکر شده است. رهبر این طایفه در سنت‌ها ام هاشم الکبری نامیده می شود. از قدیمی ترین طوایف اجنه کوچ‌نشین ذکر شدند که از قبل از خلقت انسان وجود داشته و حتی شیاطین از محل زندگیشان اجتناب می کردند. طایفه اجنه ام هاشم از نظر ظاهری دارای بدنی استخوانی، دهانی بی صدا و چشمانی در حالت تغییر رنگ بوده که سایه دوم مستقل و در حال حرکت دارند. آنها نمی جنگند، فقط می ترسانند تا فرد را به جنون بکشانند و اگر انسانی از آنها فرار کند دست از او بر می دارند، اما اگر نرود و ماجراجو باشد تا آخر عمر او را رهایش نمی کنند. اغلب در منازلی که فردی با درد و ظلم فوت کرده است حضور دارند. بردن نامشان با صدای بلند در شب و یا دعا خواندن یا ترس شدید منع گردیده است، زیرا از ترس و لرزش صدا انرژی میگیرند. در دوران پیامبر صلی الله، یکی از طایفه ام هاشم در ظاهری انسانی به نزد پیامبر رفت و خواست تا اجازه آزار رساندن به انسانها را بگیرد که پاسخ او منفی بود و گفته می شود از آن زمان دشمنی پنهانی با اصحاب پیامبر و مؤمنین دارند. همچنین در خصوص ارتباط این طایفه با سلیمان نبی آمده است: یکی از سران ام هاشم که زنی با قدرت فریب و تغییر شکل بوده در زمان سلیمان نبی دستگیر و اسیر شد. او جامعه اجنه را علیه انسانها تحریک و به دشمنی وادار می کرد و سرانجام به دستور سلیمان به زنجیر کشیده شد و به دریا انداخته شد. بعد از این واقعه این طایفه قسم خوردند هر انسانی که در پی شناخت و احضار بی‌دلیل باشد از نظر روانی نابود کرده و انتقام بگیرند. در خصوص طایفه اجنه ام صابر باید گفت
این طایفه برعکس هاشم جنگ طلب و انتقام جوست. اعضای این طایفه قسم خوردند هر کسی در دنیا ظلم بی‌دلیل انجام دهد را هدف قرار دهند، حتی اگر سالها طول بکشد. از نظر ظاهری قامتی بلند، بدون بینی و دهانی مشخص دارند. پوست خاکستری مایل به کبود دارند و دارای چشمانی سفید بدون مردمک هستند. اما وقتی به انسان نزدیک شوند چشمانشان سرخ می شود. در خواب انسانها و هر موجودی می توانند وارد شوند. انگشتانشان چیزی را لمس نمی کند مگر برای آزار و شکنجه. اغلب در بیابانها و خانه‌هایی که فردی ظالم زندگی کرده یا مرده باشد سکونت دارند. بر اساس باورهای محلی و سنتی در زمان حضرت علی علیه السلام آن حضرت سردسته صابر را از ورود به شهرهای مسلمانان منع کرده است و از آن به بعد این طایفه فقط در مکانهایی که دین و دعا فراموش شده باشد حضور دارند. از نشانه‌های حضور این طایفه جنی صدای ضربه‌های آرام ولی منظم روی چوب یا فلز است. سرمایی که ناگهان روی ستون فقرات حس شود و دیدن سایه بدون صاحب نیز از نشانه‌های وجود این طایفه است. از شیوه‌های انتقام افراد این طایفه جنی از انسان‌های ظالم و دشمنانشان فلج کردن شخص در خواب و شکنجه‌های روحی و جسمی وی می باشد. این طایفه در دوران حضرت سلیمان سپاهداران عدالت نام داشتند و برای شکار جنها و انسانهای ظالم مأمور بودند، ولی پس از وفات سلیمان نبی بی هدف شدند. بر اساس باورهای سنتی امروزه به دنبال عدالت شخصی هستند نه الهی، یعنی اگر فردی را که مجازات می کنند بر این عقیده هستند که او ظالم است حتی اگر بیگناه باشد. در جزایر و سرزمینهای خشک مانند عربستان، نجران و حجاز، سوریه، تدمر، لیبی در صحرای خشک و مناطق خشک پاکستان وجود دارند. همچنین در مناطقی در شرق ایران مانند نهبندان، بیرجند، کویر لود برای مدت‌های کوتاه حضور دارند. تعداد این طایفه بین 100 تا 150 عضو تخمین زده شده است. رهبر این طایفه را صابر ابن رماه ملقب به نحریس به معنای صاحب سوگند خون و فرمانروای سایه‌های اندوه که جن پیر جنگجو با چهره کاملا انسان نماس می‌دانند. طبق سنت صابرها به صورت گروه‌های کوچک و منسجم ظاهر می‌شوند. در گروه 3 نفره به صورت 3 موجود به طور همزمان ظاهر شده و حرکت می‌کنند و اثرات خود را بر انسان یا مکان اعمال می‌کنند. همچنین لازم به ذکر است نام رهبر طایفه اجنه هاشم ای شیخ الکبیر هاشم ابن براق ملقب به سید الصمت به معنای ارباب سکوت و بدون کلام می باشد. یادآور می گردد واژه سید در علوم غریبه برخلاف منابع دینی به معنای ارباب و فرمانروا می باشد. احضار طایفه صابر بسیار خطرناک بود و نیاز به مهارت‌های شخص احضارگر جهت نیت شخصی خصوصاً انتقام از فرد ظالم است. اگر نیت درست نباشد یا شخص احضارگر توان و مهارت لازم در این کار را نداشته باشد خود دچار آسیب‌های روحی و روانی خواهد شد. همچنین در هنگام احضار هر 3 عضو با هم و همزمان ظاهر می‌شوند. در خصوص ویژگی‌ها و تفاوت‌های دو طایفه اجنه هاشم و صابر می‌توان گفت هر دو طایفه در ظاهر دشمن هم هستند، اما یک شباهت مرگبار دارند. هر دو زمانی وارد زندگی انسان‌ها می‌شوند که خود شخص در را باز کرده باشد. به گفته دیگر به اذن خداوند جنیان از ورود به زندگی انسان‌ها منع شدند. هاشم هنگام ظاهر شدن به زندگی انسان‌ها با کنجکاوی وارد می‌شود، ولی صابر با خشم و ظلم وارد می‌شود. طایفه اول روان انسان و آرامش انسان را می‌گیرند، ولی طایفه دوم روح انسان را تسخیر کرده و می‌شکنند. لازم به ذکر است علاوه بر روایات سنتی و محلی در منابعی همچون کتاب‌های علوم غریبه سلیمانی، دفاتر احضار قدیمی در خوزستان، یمن، سودان و در اوراد و رسائل صوفی‌های آفریقا در خصوص جن‌های انتقامجو و جن‌های سایه نما و دو طایفه اجنه هاشم و صابر اشارات و مطالبی نقل گردیده است. در خصوص طوایف جنی یک قانون نانوشته وجود دارد و آن این است که هر طایفه‌ای که با دعوت انسانی مشهور شود قدرتش کم خواهد شد. از این رو طبق سنت علوم غریبه
اغلب اجنه و طوایف جنی از دعوتها و احضارات انسانی بدورند مگر بالاجبار. از این رو ام هاشم نامش را پنهان می کند تا ترس باقی بماند و ام صابر نامش را پنهان می دارد تا انتقام راحت تر باشد. بر این اساس متخصصان علوم غریبه سعی در پراکنده نویسی و رمزدار کردن اطلاعات ماورایی و موجودات غیبی داشته و دارند. در مورد طوایف اجنه نکته بسیار مهم حائز اهمیت است. اگر در موردشان بدون باور صحبت کنی هیچ اتفاقی نمی افتد. اما اگر با باور و ترس واقعی نامشان را برده باشی، حضور آنها حتمی است تا بفهمند چرا یادشان کردی.